اما شخصیت زشت هفته احمد دردشتی مؤسس انجمن خیریه حضرت ابوالفضل استان اصفهان است. عکسش هم نداریم، اگر داشتیم هم نشون نمیدادیم. ولی این خبر فارس رو داریم. خبر فارسی نشون میده آقا. این خبر آقای فارسه که ایشون فرمودند طبق قانون پیوند اعضای هر ایرانی به هموطن خود امکان پذیر است و پیوند از یک ایرانی به افاقنه انجام نمی شود. این یعنی اگر یک افغان در ایران جونش در خطر باشه تو بیمارستان بشه با پیوند عضو جونش رو نجات داد، اون عضو در بیمارستان وجود داشته باشه، ما باید بذاریم اون شهروند افغان ساکن ایران تو بیمارستان بمیره. چرا؟ چون قانون گفته. قانون اینجوری گفته. بعد این قوانین نجات پرستانه کجا نوشتن؟ کی بهش رأی داده؟ این واقعا خجالت آوره که این آقایان هیچ حقوق حداقلی برای افغان‌های ساکن ایران قائل نیستن. بعدم از مسلمانی و بلال حبشی و اینا میزنن. آقا اگه واقعا این قانونه خیلی قانون شرم‌آوریه. واقعا اگه قانون خیلی قانون شرم‌آوریه. کم ظلم کردیم به افغان‌ها. شهروند درجه 2 که هستن. سخت‌ترین کارهای مملکتی که دارن میکنن. یک روز همشون از ایران برن، پدر همه ایرانی‌ها در میاد. ببینیم ما کی گفتیم. هیچ اشکالی هم نداره. آیه مؤسسه خیریه که شما اگه میتونید جان یک افغان رو نجات بدی بدی مرد حسابی. مؤسسه خیریه گفتن بهش. این دیگه واقعا نوبرشه. خیریت بخوره تو سرت. حقوق انسانی افغان‌ها رو چه در جامعه چه در مؤسسه خیریه تو بهشون بدین آقا جون. شخصیت زشت هفته هر چی آدم نجات پرسته که بذر تنفر میپاشه، از جمله احمد دردشتی مؤسس انجمن خیریه حضرت ابوالفضل در استان اصفهان. اون حضرت ابوالفضل بزنه به کمرت.